یاران عزیز، من از شما با صمیمیت عذر خوش داشتیم. امروز فرمانده شاعر ملت، شاعر شهیر ملت لایق شیرازی به یاد رسید که گفته است: دوستان وقتی گل خار مرا یاد کنید، چون گلیستان ز کوهسار مرا یاد کنید. گر بخواهید که من خفته نباشم در خواب، با دل دیده بیدار مرا اون مادری که با چی نیت، با هزارها نیت آرزوهای خود را امروز در زیر خواب برده است. مادری من و هم مادر همسری عزیزم بکسم مادرم در بزمی نبیرگاهشان شکمی برزن. من اون برادرم آبی جان نعمت یک شعر برای مادری غورمرگ ایجاد کرده. امشب جایز سرودنی اون سرود است. معلم میبخشید من از سرود هر چند سرود بشود. مادرم وقتی شادی و مثل یاد کردن کاری سواب. بگذار اون مادری که امروز در سر خاک است ارواحش آسوده باشد. بگذار آرزوی حوث‌هایی که در دل آنها سالهای سال می‌پروریدند و جامعه عمل نپوشید توی نبیرگانشان را ندیدند. بگذار همه شما همدیاران عزیزم ببینید. خاکی پایم را ببوسم مادری زارم، غنچه باغی بهارم مهربان من بیار. Yakça, enişte. Basma dört.
عشق برسر فرزند انسان همه چیز می آید. هر یک کس که به دنیا می آید یکی باید از دنیا رود. دوستای عزیز